سلام خوشتیپا، حالتون چطوره بچه ها؟ بعد 1600 سال اومدیم میخوایم یه ویدیو بریم با جوکای بیمزه ترین جوکای توی اینترنت سعی کنیم همون بخندونیم، ولی اون یکی نباید بخنده. و اگر کسی که بخنده یه جریمه خیلی مزخرف ایشون همین الان تعیین کردن که اگر ایشون ببازه باید زنگ بزنه به کراشش بگه که من رود کراش دارم. اگه من ببازم مجبورم زنگ بزنم به نامزدم و بگم همه چی بین ما تموم شده. این 4 تا جوک ترش مسخره واقعا ارزش شکستن قلب نامزد منو داره یا نداره؟ نداره آقا، نداره. خواهر من شدی دیگه، نباید بگی ارزش نداره، ترش مرشه. بگی بشین. خب میدونی چرا روبه ها فقط لپتاپ اپل میخرن؟ چرا؟ چون مکارن. یه خنده گرفتم. اوکی. میدونی اگه اقیانوس رژیم بگیرن خودش پاره شد. انقدر که عاشقانه چیزی که میخوام بگم. میدونی اقیانوس رژیم بگیرن چه کوفتی میشن؟ چی میشن؟ توف میشن. به مامانایی که وجود مو رو در غذا انکار میکنن چی میگن؟ چی میگن؟ کمونیست. کمونیست. الان چندیم؟ نمیدونم، بکنم مساویم، چون هر بار که من خندیدم تو خندیدی. اونی که اول میخنده حسابه. میدونی وقتی عراقیجات براشون مهمون میاد نگران چیان؟ نگران اینن که کم و کاسنی نباشه. یه همسایه داریم تاسه از ریدم. یه همسایه داریم تاسه از پله ها افتاد شیش اومد. اینو خودم داشتم و خیلی عاشق بود. یه روز 2 تا بستنی با هم دعواشون میشه، یکی برمیگرده به اون یکی میگه برو نمیخوام دستم به خونت فالوده بشه. میدونی اگه ماکارونیا پرخوری کنن چی میشن؟ شکمشون سفره میشه؟ نه، نودل میکنن. به بهی که شبانه میاد بیرون چی میگن؟ بهروز مادر خراب. اگه درختا بخوان غذا سفارش بدن از کجا سفارش میدن؟ اسنپ کود. کتریا وقتی فرماندهشون صداشون میکنه چی میگن؟ میگن بله به جوشم. تحقیقات نشون داده که مردا بیشتر از زن خواب میبینن. میدونین چرا؟ چرا؟ داری میترکی. آخه میدونی مگه فکر خیلی آشغالی ما که این آنتن دارن. آره دقیقا. میوه ها به هم کادو چی میدن؟ آووکادو. اون چیه که هر زنی داره با که شروع میشه و زنها ازش برای خریدن آیتم های گرون استفاده میکنن. کش. اونم میشه چی؟ کیف پول بود ولی خب اوکی منطقیه. یارو یه سکه سیاه پیدا میکنه میندازه تو تلفن عمومی، گوشیو که برمیداره به نظر چی میگه؟ الو آفریقا. خیلی آشغال بود. پریا تو میتونی به این آشغال بخندی؟ مار. اون چیه که همه مردا دارنش، مال بعضی بلنده مال بعضی کوتاهه، پاپ هیچ وقت استفادهش نمیکنه و اینکه مردا بعد ازدواج میدنش به زنشون. سوسیسه. کرواته؟ نه. چیه؟ نمیدونم. اسم فامیلی. پاپ فامیلی نداره؟ از فامیلیش گفتم استفاده نمیکنه، همه بهش میگن پاپ دیگه. مال بعضیا درازه مال بعضیا کوتاهه. اون چیه که زنا 2 تاشو دارن گاوا 4 تاشو. چیه؟ صداش داره میلرزه. چیه؟ پا. آب داریم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض مثل الذي. میدونی گاوای خارجی چی میگن؟ چی میگن؟ وی. اون چیه که برای پیشگیری استفاده میشه، یک بار مصرفه، بعد از اینکه درش میاریم باید بندازیش بیرون و دیگه استفادهش نکنی. سفره یه بار مصرفه. برای پیشگیری استفاده میشه سفره. آره دیگه، غذا روی فرش نریزه. اصلا حالا که اینطور شد کن نه واقعا دستکش لاتکس بود، ولی خب حرفی که من زدم هم کامل. چوپونه با گوسفندش لج میکنه. خب گوسفنداشو کجا میبره؟ چمن مصنوعی. چرا مارها وقتی یه مشکلی براشون پیش میاد سریع حلش میکنن؟ چرا؟ چون نمیتونن دست روی دست بذارن. تا حالا تو عمرم انقدر جوک بیمزه یه جا نشنیده بودم. اون چیه که با اورن تموم میشه، با پی شروع میشه و تو صنعت فیلمسازی بسیار مهم و تعیین کننده است؟ پاپکورن. احسنت. اگه دوتا سیب زمینی با همدیگه دعوای شدیدی بکنن، همدیگه چیکار میکنن؟ همدیگه رو پوره میکنن. اون چیه که سفیده و چسبناکه و بیشتر دخترها دوست دارن، ولی به جای اینکه قورتش بدن توفش میکنن. من چی تو فکرته؟ من اصلا نمیدونم چیه. خمیر دندون. اگه دوتا پیرن با هم تصادف کنن چی میشه؟ پاره میشن. چی میشه؟ نمیتونه جوکر رو تعریف کنه. خندید دیگه. بگو چی میشد؟ او تو میاد چروکی میکشه. یارو صبح اومد مغازه رو باز کنه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بعد دید مغازه رو بردن، گفت صدق الله العلی العظیم. به یارو میگن چرا یه ساعته داری هی میدون رو دور میزنی؟ چی میگه؟ چی میگن؟ راهنمام گیر کرده. خب بچه ها، قسمت جریمه رسیده. تو بیشتر من بیشتر خندیدم. من از اول تا آخر داشتم میخندیدم. مومن برای دیگران چی میگفت؟ چاه مکن بهره کسی، اول خودت دوم کسی. بیا پایین بابا. زنگ بزن. خدا بس دیگه. نخندیا. الو سلام. بفرمایید. سلام، خوبی؟ آره مرسی. بریا تویی؟ آره خودمم. چطوری، خوبی؟ آره مرسی. تو چطوری؟ خوبی؟ گفتم نشناختی؟ یه بالاخره کی دو بعد از ظهر زنگ میزنه با آدم؟ یعنی چی؟ دو بعد از ظهر دو شب که نیست. منظورت چیه؟ ناراحتی قطع کنم. خیلی خوب، حالا آرتو بگو. میدونی حالا که بهش فکر میکنم اسم میکنم کاری نداشتم، اشتباهی دستم خورد زنگ زدم. حتما من نازتو بکشم. بگو دیگه. از این کارام بلدی؟ ببین راستش نمیخواستم که زنگ زدم که بهت بگم من رود کرش دارم. الو همین که شنیدی دیگه، من رود کراش دارم. خالی یا جدی؟ خالی نه، مثلا با وازلین. یه منظورت چیه؟ مستی؟ نه به خدا حالت عادیم همینه. مطمئن باشم مست نیستی؟ بابا به خدا مست نیستم، حالت عادیمه. انقدر عجیبه.
نه راستشو بخوای الان که فکر میکنم خیلی هم عجیب نیست. خب الان یه نظری چی همین کامنت یه چیزی بگو. چی بگم والا آدمی که میخواد زنگ بزنه به یکی بگه چراش داره که اونجوری مکالمه‌شو شروع نمیکنه. چجوری شروع میکنه؟ مثلا یکم خانومانه تر. خب بیا از اول بریم. سلام شما خوب هستین؟ ببخشید من رو شما کراش دارم. آه چقدر الان بیشتر به دل نشستی. ممنون ازت که احساساتت رو انقدر صادق مردی نمیتونی حرف بزنی، به تته پته افتادی. اقرار کن تو هم کراش داشتی روم. مگه بازداشتگاهه که من اقرار کنم به چیزی؟ اگه اقرار نمی کنی من بذارم برم. خداحافظ. آقا من نمیدونم دیگه چه. اوکی من دیگه چیزی که باید میگفتم و گفتم دیگه، بقیهش به من ربطی نداره. خداحافظ. آدم باید همیشه تو زندگیش مرد باشه. یا آدم باید مرد باشه، یا بوی آره یا بوی بده. کراش نه ولی بعدم نمیاد. میشه لطفاً ان میل نفرمایید؟ چه طرز حرف زدنه؟ اصلا چه معنی داره آدم با شخصیتی مثل تو این حرفا رو بزنه واقعا؟ الان لاست زدی با ها؟ والا مگه دفعه اولمه که اینقدر تعجب کردی؟ خیلی خوب اگه فرمایشاتتون تموم شد من برم ناهارمو بخورم. آقا این کارا به من نیومده. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. برای من چیزی جور نمیشه. خداحافظ. خیلی خداحافظ. خداحافظ. خب همونطوری که دیدین به ما این کارا نیومده. این همه کراشمو اقرار کردم یه قهوه دعوت نکرد. من شکست عشقی خوردم تا ویدیوهای بعدی. بدرود. بدرود.